ما به کشورمون برمیگردیم و تاج شاهنشاهی رو بر سر پادشاهمون میذاریم. این خیلی مهمه که ما نباید خیابون‌های خارج از ایران رو خالی کنیم. هر شهر و دیار، هر قوم، هر زبان، ترخیص هموطن. دی ماه یک هولوکاست ایرانی اتفاق افتاد. بیش از 45,000 نفر کشته شدند. اما فراموش نکنیم این هولوکاست بازماندگانی هم داری که اکنون تو زندانهای ایرانند. این دفعه فرق داره، این دفعه باش خون داری، دیر و زود داره سوخت و سوز نه سردار ما جوون داری.